در بستر مرگ یه پادشاه قدرتمند نزدیکترین افرادش رو جمع کرد. از خانواده و مشاوران گرفته تا فرمانده ارتشش. صداش ضعیف بود اما همچنان اقتدار همیشگی رو داشت. ازشون 3 خواسته داشت. خواسته هایی که همه رو تحت تاثیر قرار داد. اولین خواستش این بود که پزشکانش که سالها برای حفظ جونش تلاش کرده بودن تابوتش رو بعد از مرگش حمل کنن. دومین خواستش این بود که سکه های طلا، جواهرات و تمام گنج هایی که در طول زندگیش جمع کرده بود رو در مسیر تشییع جنازه روی زمین بریزن. سومین و آخرین خواستش این بود که دستهاشو از تابوت بیرون بذارن تا همه بتونن اونا رو ببینن. فرمانده ارتش که گیج شده بود دلیل این خواسته ها رو پرسید. پادشاه لبخندی زد و توضیح داد. اول این که میخوام پزشکانم تابوتمو حمل کنن تا همه ببینن. حتی ماهرترین پزشکا هم در برابر مرگ شکست میخورن. هیچ دانشی نمیتونه کسی رو از سرنوشتش نجات بده. یکم مکث کرد و ادامه داد. تمام طلاها و گنج‌هایی که سالها جمع کردم و در مسیر پخش کنید. بذارید مردم ببینن ثروتی که یک عمر براش زحمت میکشیم موقع مرگ هیچ ارزشی نداره. همش پشت سرمون میمونه و دیگه به کار ما نمیان. پادشاه صداشو آرومتر کرد و گفت و اما دستهام میخوام اونا بیرون تابوت بمونه تا همه حقیقتو ببینن. پادشاهی که بر سرزمین‌های گسترده فرمان روایی می‌کرد و هزاران خدمتکار داشت در نهایت دست خالی از این دنیا میره. هیچ کس هر چقدر هم قدرتمند، ثروتمند یا محترم باشه چیزی با خودش نمیبره. در صفحه ما محتوایی هست که کمکت میکنه هر روز 1% بهتر بشی. بهمون ملحق شو.